لطفاً به ما فهمونید که شب قدر را در کدام شب انتظار شویم. اگر درباره سنه دقیق و یا فرورسی دقیق شب قدر سخن گوییم، بنا به شرح صحیح بخاری فتح الباری، درباره فرورسی شب قدر علما زیاده از 40 روایت مختلف را آوردند. برخی میگویند که آن را باید شب یکم ماه رمضان انتظار شد. بعضی دیگر شب هفتم یا 19 میگویند. در این باره اقوال مختلف وجود دارد، اما با قول صحیح و بر اساس حدیث های مشهور این یکی از شب‌های طاق 10 شب آخر ماه رمضان است. در این باره در کتاب صحیح بخاری در جلد 3 کتاب فضیلت لیلة القدر در حدیث 2017 آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند شب قدر را در دهه طاق آخر ماه رمضان جستجو کنید. این است قول راجح. در همان جای در کتاب صحیح بخاری جلد اول کتاب ایمان حدیث 49 آمده است که بار رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمدند نزد مسلمانان تا از فرارسی شب قدر به مردم خبر بدهند. در این وقت 2 نفر از مسلمانان با هم به جنگ و مجادله پرداختند. ایشان گفتند من آمده بودم تا برای شما از شب قدر خبر بدهم، ولی فلانی و فلانی با هم به مجادله پرداختند و تعیینش از بین رفت، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم شب فرارسی آن را فراموش کردند. در دوام گفتند و شاید این کار به خیر شما باشد و خودتان آن را در شب 27 و 29 و 25 جستجو کنید. در کتاب صحیح مسلم جلد 2 کتاب روزه در حدیث 2364 آمده است که ابی ابن کعب رضی الله عنه گفته است سوگند به الله من شنیدم که با احتمال زیاد شب قدر به شب 27 ماه رمضان راست می آید، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما فرمان قیام این شب را به نماز ایستادن دادند. از این رو طبق این حدیث به احتمال زیاد این شب 27 رمضان است. همچنین موافق حدیثی که در سنن ترمذی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند شب قدر را در شب 21 23 25 و 27 دهه آخر ماه رمضان جستجو کنید. در کتاب صحیح بخاری جلد 3 کتاب اعتکاف در حدیث 2020 آمده است که پیامبر دوستدار ما صلی الله علیه و سلم در 10 شب آخر ماه رمضان به اعتکاف رفتند و ایشان شب قدر را در دهه آخر این ماه انتظار می شدند. در کتاب صحیح مسلم جلد 2 کتاب روزه در حدیث 2621 آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شب قدر را در 10 شب آخر جستجو کنید، اما اگر این برایتان دشوار باشد آن را در 7 شب آخر رمضان جستجو کنید. در کتاب صحیح بخاری جلد 3 کتاب فضیلت لیلة القدر در حدیث 2015 آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لیلة القدر در 7 شب آخر ماه رمضان می آید. بر اساس این منابع مختلف می توان خلاصه کرد که لیلة القدر در 10 شب آخر ماه رمضان راست می آید. این است که اکثر علما به مثل شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز بر این باورند که کسی سنه دقیق شب قدر را نمی داند، ولی به همه معلوم است که آن به ماه رمضان راست می آید و به احتمال زیاد در 10 شب آخر این ماه و احتمال زیاد در شبهای طاق و باز به احتمال زیاد در شب 27 این ماه.
аммо касе санаи муайянеро гуфта наметавонад. мо танҳо метавонем бо итминон бигӯем ки дар 10 шаби тоқи моҳи рамазон меояд. чунин аст ақволи аксари уламо.